صفحه 29. فکر کردن درباره آینده و تعیین هدف هیچ اشکالی ندارد. در واقع به نظر من این کارها برای رسیدن به توان کامل خود ضروری هستند. اما زندگی کردن در رویای آن روز که زندگی واقعی، یعنی همین زندگی جاری ما را متوقف می کند. رویاها با رنگ‌ها و مزه‌های گوناگون به سراغ ما می‌آیند و بیشتر اوقات آنها را با اهداف خود اشتباه می‌گیریم. به این افکار توجه کنید. هنگامی که عاقبت این را بگیرم، همین که به این برسم، وقتی عاقبت همسرم، زمانی که فرزندانم بزرگ شوند و بتوانند مراقب خودشان باشند، من می‌توانم. همین که این دوره این بگذرد، رژیم می‌گیرم، ورزش می‌کنم و به سلامتیم توجه نشان می‌دهم. سال بعد این را انجام می دهم و آنگاه قادر می شوم که بهترین سال زندگیم را داشته باشم. این طرز تفکر ما را دچار خشم، ناتوانی و نارضایتی مداوم می کند. گاهی اوقات زندگی کردن در رویا را تفکر سحرآمیز می‌خوانند. می‌دانید چرا؟ زیرا رسیدن به اهداف و آرمان‌ها از طریق زیستن در رویا واقعاً به سحر و جادو نیاز دارد. ما باید درک کنیم که شادی، رضایت و آرامش عواطف ایستا و راکدی نیستند. آنها می‌آیند و می‌روند و همواره در دسترس ما هستند. پس اگر منتظر رخداد خاصی باشیم تا خوشحال شویم، این حق را از خودمان دریغ کرده‌ایم که زندگی را که واقعاً دوست داریم همکنون داشته باشیم. بسیاری از ما از رویاهای خود به عنوان راهی برای پرت کردن حواسمان از رویدادهای واقعی و کنونی زندگیمان استفاده می‌کنیم. رویاهای ما مانع از آن می‌شوند که اقدام کنیم و تغییرات لازم را برای بهبودی زندگیمان پدید بیاوریم. رویاهای ما فریبکار هستند. بیشتر ما حتی متوجه نیستیم که رویاهایی داریم، چه رسد به آنکه بفهمیم در رویاهایمان زندگی می‌کنیم. رویاهای ما سالهای پیاپی فریبمان می‌دهند، چشمانمان را می‌بندند، ما را فلج و در انجام تغییراتی که می‌خواهیم ناتوان می‌کنند. اگر به ادامه زندگی در رویاها اصرار بورزیم، به احتمال خیلی زیاد یکی از آن آدم‌هایی می‌شویم که داستانشان باید این می‌شدم، شاید آن می‌شدم، حتما این می‌شدم یا می‌توانستم آن بشوم است. برای آنکه بهترین سال زندگیمان را داشته باشیم، باید رویایی که ما را در آرزو و انتظار تغییر وضعیت نگاه داشته است آشکار کنیم. فقط در آن زمان نیروی متعالی کردن زندگیمان را در اختیار خواهیم گرفت. بنابراین از شما می‌خواهم که خوب نگاه کنید و ببینید منتظر چه هستید. کدام رویای یک روز مدام شادی و رضایت شما را به تعویق می‌اندازد و در آینده نامعلوم و دور قرار می‌دهد؟ آیا هیچ کدام از این فیلمنامه‌ها برایتان آشنا نیست؟ هنگامی خوشحال خواهم بود که این مقدار پول در بیاورم، خانه‌ای بخرم، زندگی متعادلی داشته باشم، با یار همدلم آشنا شوم، دانشگاه را به پایان برسانم، زندگیم را در اختیار بگیرم، به وزن دلخواهم برسم، به اندازه‌ای که لیاقت دارم مشهور بشوم، فرزندانم را به دانشگاه بفرستم، بچه دار شوم، شغل جدیدی پیدا کنم، وقت بیشتری برای ورزش داشته باشم، ترفیع بگیرم، بیشتر رابطه جنسی داشته باشم، عشق حقیقیم را پیدا کنم، مطمئن شوم که همسرم موفق است، لباسهای زیبای فراوانی بخرم، بدهی‌هایم را بپردازم. اگر یک یا برخی از این عبارات برای شما آشنا هستند، احتمالاً در رویایی گرفتار شده اید که امکان نشاط و موفقیتی را که شایسته آن هستید از شما می‌گیرد. هنگامی که 100% اوقات از رویاهایمان خارج هستیم و در واقع گام برمی‌داریم، قدرتی را که به آینده داده ایم پس می‌گیریم و از این موهبت برخوردار می‌شویم که به روشنی ببینیم. فقط با 100% اوقات زیستن در واقعیت است که توان اقدام نمودن و ایجاد تغییرات دائمی را پیدا می‌کنیم و ارباب زندگی خود می‌شویم. فیلسوف فقید ارل نایتینگل که سخنران و نویسنده‌ای نویدبخش نیز بود گفته است: افراد موفق رویاپردازانی هستند که رویایی را یافتند هیجان آورتر و مهمتر از آنکه فقط در حیطه رویا باقی بماند. آنها هر ساعت و هر روز برای تحقق رویایشان زحمت می‌کشند و عرق می‌ریزند تا آنکه بتوانند آن را با چشم ببینند و با دست لمس کنند.
فقط زمانی که در واقعیت ایستاده ایم قادر هستیم گام‌های محکمی در جهت برخورداری از یک زندگی الهام بخش و پرشور برداریم. زمانی که خود را از قید و بند توهمات و رویاهایمان رها کنیم، به راستی مسئولیت تقدیرمان را به دست می‌گیریم. برای آنکه فراسوی رویاهای خود بروید و واقعا زندگی رویایی‌تان را بیافرینید، باید آنچه را به راستی دنبالش هستید آشکار کنید و ببینید هنگامی که سرانجام به آرزوی خود برسید چه احساسی خواهید داشت. ساده است که باور کنیم رویداد خارجی خاصی خوشبختی مطلوب را نصیب ما می کند. اما اگر به حقیقت بزرگتری پی بردید چطور؟ اگر متوجه شدید یا بهتر بگویم به یاد آوردید، زیرا اغلب شما این موضوع را می دانید که آنچه در واقع در پی آن هستید هدف یا نتیجه خاصی نیست، بلکه احساس خاصی است چطور؟ اگر کشف کردید که آنچه دلتان می‌خواهد یک جایزه بیرونی مانند شغل تازه، بدن ورزیده یا خانواده‌ای پرمحبت نیست، بلکه احساسی است که باور دارید با به دست آوردن خواسته‌تان به آن دست پیدا می‌کنید چطور؟ شاید فکر کنید که وقتی سرانجام همسر کاملا مناسبی بیابید خوشحال خواهید بود، اما از شما میخواهم که عمیق‌تر بنگرید. امیدوارید با یافتن چنین کسی چه احساسی پیدا کنید؟ آیا احساس میکنید مورد محبت و توجه قرار خواهید گرفت؟ آیا احساس امنیت، ارزشمند یا کامل بودن خواهید کرد؟ میخواهم بگویم که آنچه واقعا دنبالش هستید همین احساس هاست. اما فکر می‌کنید که آن شخص مورد نظر خیالی این احساس‌ها را به شما می‌دهد. اگر در آرزوی شهرت هستید، می‌خواهم بگویم که در واقع به دنبال شهرت نیستید، بلکه خواهان احساسی هستید که فکر می‌کنید شهرت به شما خواهد داد. با پاسخ به پرسش هنگامی که بی‌نهایت مشهور شوم چه احساسی خواهم داشت، متوجه می‌شوید که به راستی خواهان چه هستید. شاید احساس ارزشمند، قدرتمند یا مهم و خاص بودن برای شما مطلوب باشد. چه رویای شما این باشد که صاحب خانه‌ای بشوید یا کتابی بنویسید یا $1,000,000 به دست آورید؟ خوب است این سوال را از خود بپرسید. فکر می‌کنم پس از رسیدن به هدفم چه احساسی خواهم داشت؟ پاسخ به این پرسش برای شما روشن می‌کند که از طریق رویایتان می‌خواهید به چه برسید. همه ما در پی احساسات خوبی هستیم که امیدواریم در نتیجه دستاوردهای خارجی به دست آوریم. اما حقیقت این است که اغلب اوقات موفقیت‌هایمان شادی مورد انتظار را به ما نمی‌دهند یا اگر بدهند برای مدت کوتاهی است. این حقیقت را من با بهت‌زدگی تجربه کردم و در نتیجه درست هنگامی که ظاهراً باید از زندگی شگفت‌آوری که ایجاد کرده بودم لذت می‌بردم، هفته‌ها در حالت افسردگی فرو رفتم. چند ماه پس از انتشار نخستین کتابم به نام نیمه تاریک دنبال کنندگان نور که در صدر فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز جا گرفت، به احساس سرگشتگی و اندوه دچار شدم. نمیدانستم چرا این گونه شدم، به خصوص که همه رویدادهای پیرامونم خوب و خوش بودند. شروع به بررسی زندگیم و همه رویدادهای چند ماه آخر کردم و به آنچه برایتان شرح می‌دهم رسیدم. من طی 2 سال برای معرفی کتابم بیش از 80,000 کیلومتر سفر کرده بودم. در برنامه‌های رادیو و تلویزیون حاضر شده بودم. در نمایشگاه‌ها و کتابفروشی‌ها به سخنرانی پرداخته بودم. دوره‌هایی را برگزار و به هزاران نفر کمک کرده بودم. باور من این بود که خدا این مأموریت را به من داده است تا به دیگران کمک کنم و وظیفه دارم که هر طور شده به کسانی که خواهان یا نیازمند این کمک هستند یاری برسانم. اگرچه این کار بسیار لذت بخش بود و اطمینان داشتم که کار درستی انجام می دهم، اما از آنجا که برای معرفی کارم در سراسر جهان هر روز به شدت تلاش می کردم، بیش از حد خسته شده بودم. البته خیال می کردم که روزی به نتیجه خواهم رسید و آنگاه می توانم آرام بگیرم، کمی استراحت کنم و وقت بیشتری را با فرزند و خانواده‌ام بگذرانم. اما هنگامی که به نتیجه رسیدم و رویایم تحقق پیدا کرد، خسته تر از پیش و کاملا مبهوت بودم. زیرا اکنون این توهم که موفقیت زندگی مرا ساده تر می کند مانند حبابی ترکیده بود. واقعیت زندگیم این بود که اکنون افراد بیشتری مرا می‌خواستند.
مردم بیشتری پرسش، تقاضا و نیاز داشتند و من مجبور بودم با قدرت به لحظه حال گام بگذارم تا بتوانم با وضعیت حاضر روبرو شوم. عاقبت متوجه شدم که آنچه سالها به دنبالش دویده بودم این بود که مهم باشم و بدانم زندگیم اهمیت دارد. اگر زودتر خواسته واقعیم را تشخیص داده بودم، می توانستم هر روز زمانی را به مرور و مزه کردن موفقیت‌هایم اختصاص دهم. می توانستم دقایقی را برای درک قدرشناسی هایی که مدام مردم به من ابراز می کردند بگذارم. می توانستم تعداد بیشتری از نامه‌هایی را که مردم برایم می‌فرستادند بخوانم و از تغییراتی که آنها در نتیجه خواندن کتابم ایجاد کرده بودند لذت ببرم. می توانستم روزی یک بار چشمانم را ببندم و از خدا بپرسم آیا زندگیم مهم است، یا از آن ساده تر می توانستم به خواهرم اریل، مادرم، برادرم، خاله پرل یا خویشاوندان دیگر تلفن بزنم و از آنها بپرسم که آیا برایشان مهم هستم یا نه. هر کدام از این کارها به من امکان آن را میداد که ببینم مهم هستم و زندگیم اهمیت دارد. می توانستم به خودم همان چیزی را بدهم که سراسر جهان را به دنبالش سفر کرده بودم. در واقع سرانجام مجبور شدم درست همین کار را انجام دهم. من این داستان را برایتان تعریف کردم زیرا بسیاری از مردم را می‌شناسم که فکر می‌کنند اگر کمی موفقیت بیشتر، پول بیشتر، شهرت بیشتر یا هر چیز بیشتر دیگری داشته باشند خوشبختی را خواهند یافت. اما این برداشت اصلا واقعیت ندارد. یک خیال و یک توهم است که اگر اجازه دهید شما را می‌فریبد تا همه لذت لحظه حال را فدای یک وعده پوچ درآینده کنید. مراقب باشید که گول نخورید و به دام نیفتید. من به دام افتادم و باید بگویم که بسیار تأسف‌بار بود. من شادی آنچه را که می توانست بهترین اوقات زندگیم باشد از دست دادم. اما خوشبختانه شما می توانید با تجزیه و تحلیل خیالاتتان کل این روند را کوتاه کنید و این قدرت را بازیابید که خود را از شادی و آرامشی نامحدود بهره‌مند سازید. فقط کافی است خیال خود را تشخیص دهید و بفهمید که با تحقق آنچه احساساتی را تجربه خواهید کرد. آنگاه از خودتان بپرسید اکنون چه میتوانم بکنم که همان احساس را داشته باشم. سپس با سخاوت آن احساس را به خودتان ارزانی دارید. خیال چشمان ما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد اقدام مناسب را انجام دهیم یا ببینیم که برای بهبود زندگیمان چه می‌توانیم بکنیم. هنگامی که در خیالات زندگی می‌کنیم نمی‌توانیم ببینیم که واقعاً چه امکاناتی داریم. زمانی که خیال بافی را کنار می‌گذاریم، هنگامی که هر دو پایمان را با استواری در واقعیت محکم می‌کنیم، شروع به یافتن راه‌هایی برای بهبود زندگیمان می‌نماییم که پیشتر در پشت توهم یک روز همه چیز درست می‌شود پنهان بودند. سرگذشت لیزبت نمونه خوبی در این مورد است. با آنکه لیزبت به طور تمام وقت به آموزش خصوصی موسیقی اشتغال داشت، در خیال می‌دید که روزی مورد احترام و توجه همگان قرار می‌گیرد و مانند یک ستاره راک با او رفتار شود. اما نکته خنده‌دار و در ضمن غم‌انگیز این بود که لیزبت حتی نمی‌توانست آواز بخواند. با این همه کاملا متقاعد شده بود که مشهور بودن موجب می‌شود مورد ستایش و تحسین قرار گیرد. پس از آنکه به هزینه سنگین خیال بافیش که به راستی تجربه نشاط زندگی را از او ربوده بود پی برد، تصمیم گرفت که دست از تلاش برای جلب توجه و ستایش دیگران بکشد و هر روز زمانی را به ستایش و تحسین خود اختصاص دهد. لیزبت به جای آنکه هر روز وقت خود را با خیال پردازی درباره کسی که نبود هدر دهد، شروع به یافتن راههایی برای ابراز استعدادهایش در مقام یک مربی کرد. او با این نیت که بهترین سال زندگیش را داشته باشد به دوستان و همکاران گفت که در جستجوی فرصت‌های بزرگتری در زمینه کاریش است. فقط چند ماه پس از آنکه لیزبت به کنار گذاشتن زندگی خیالی خود و آفرینش یک زندگی بر مبنای واقعیت متعهد شد، از او درخواست کردند که یک فیلم ویدئویی تهیه کند و نقش اصلی را نیز در آن به عهده گیرد. او بدون هیچ تلاشی به توجه و ستایش مطلوب خود دست یافت. لیزبت با کنار گذاشتن خیال بافی قدرت لازم را برای آفرینش یک زندگی مهیج مانند زندگی ستاره‌های راک در زمینه‌ای که توان درخشش در آن را داشت آزاد کرد. همکنون هر کدام ما می توانیم کارهای بیشماری را انجام دهیم تا آنچه را که در جهان بیرون به دنبالش هستیم به خودمان ببخشیم.
فقط کافی است خیالاتمان را تشخیص بدهیم و به خودمان اعتراف کنیم که منتظر نشسته‌ایم تا در جهان بیرون اتفاقی رخ دهد تا ما را شاد و سرشار کند. آنگاه می‌توانیم از خودمان بپرسیم اگر این اتفاق رخ دهد چه احساسی به من دست خواهد داد؟ پس از آنکه متوجه شدیم خواهان چه احساسی هستیم، می‌توانیم روند بخشیدن آن احساس را به خودمان آغاز کنیم. و این گام به راستی زندگی ما را متحول می کند. هنگامی که متعهد می شویم به نیازهایمان رسیدگی کنیم و احساساتی را که آرزو داریم به خودمان ببخشیم، معجزه حقیقی رخ می دهد و می بینیم که هرچه آرزومندش هستیم در دسترس ما قرار دارد. آنگاه خواسته های ما به صورت رویایی دور از دسترس نیست، بلکه واقعیتی است که می توانیم آن را مطالبه کنیم، البته به شرطی که حاضر باشیم کارهای لازم را انجام بدهیم و مسئولیت نیازهایمان را بپذیریم. همه ما شنیده ایم که خوشبختی درونی است. این مطلب حقیقت دارد. شما با بررسی خیالات خود یک بار و برای همیشه این توهم را که خوشبختی، شادی و رضایت در همه جا بجز درونتان یافت می شود برطرف خواهید کرد. اقدام کنید. خیالاتتان را بررسی کنید. شرح از زندگی خیالی مورد نظر خود را که امیدوارید روزی به آن برسید بنویسید. خیالات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا تشخیص دهید که امیدوارید با تحقق آنها به چه احساساتی دست یابید. سپس یک کار را مشخص کنید که با انجام دادن روزانه آن بتوانید همان احساسی را که به دنبالش هستید در خودتان به وجود آورید. خود را متعهد کنید که 100% مسئول آفرینش احساس مطلوبتان باشید. بخش 3. به عظمت گام بگذارید. برای آنکه شور و هیجان والاترین تجلی خود را تجربه کنید و فراسوی زندگی کنونیتان بروید، برای آنکه سالی ورای آنچه اکنون برایتان قابل تصور است بیافرینید، باید تجسمی را در سر بپرورانید و به آن متعهد شوید که از شما بخواهد بزرگترین و بهترین شمای ممکن باشید. هنگامی که عمیقاً در تجسمی روشن، قوی و جذاب از بهترین شما استوار شوید، سطحی از نشاط و سرور را تجربه خواهید کرد که احتمالاً سالهاست احساس نکرده اید. یک تجسم قوی و روشن از بهترین شما این قدرت را دارد که با عبور از مشکلات روزمره که شاید علت گرفتاریتان در موقعیت کنونی باشد، شما را به ورای واقعیت فعلی راهنمون شود. یک تجسم الهام بخش و شوق افزا به شما نیرو می دهد تا از ماجراها و نمایشنامه زندگی روزمره خود بیرون بیایید. این دید شما را یاری می دهد تا گزینه‌های خارق‌العاده‌ای را انتخاب کنید و در نتیجه زندگی فراتر از بلند پروازانه ترین رویاهایتان داشته باشید. تجسم و اشتیاق دو روی یک سکه هستند و هیچ کدام از آنها بدون دیگری امکان وجود ندارد. هنگامی که بدون تزلزل در تجسمی قدرتمند درباره آینده خود استوار باشید، نه تنها مشتاق خواهید بود، بلکه در زندگی تاب و توان پیگیری آرزوها و دستیابی به خواسته هایتان را خواهید داشت. تجسم کنید 1 سال بعد از امروز این احساس را داشته باشید که در بهترین حالت خود قرار دارید. می‌دانید که پیش می‌روید به اهدافی که از مدت‌ها پیش مورد نظرتان بود رسیده و همان کسی شده اید که همواره می‌خواستید. چه از این بهتر؟ سفر به سوی برخورداری از بهترین سال زندگیتان مستلزم آن است که به گذشته خود بنگرید و والاترین تصویری را که تاکنون درباره خود داشته اید به یاد آورید و از نو متعهد شوید که عالی‌ترین کسی که می‌توانید باشید. حتی هنگامی که زندگی ما عالی است، دلمان می‌خواهد بتوانیم در زمینه‌های خاصی بیشتر خودمان را نشان بدهیم، به موفقیت بیشتری برسیم و بهتر از اینکه هستیم باشیم. بیشتر ما گرفتارتر از آن هستیم که به این زمینه‌ها رسیدگی کنیم و در نتیجه آنها را مورد توجه قرار نمی‌دهیم. اما برای آنکه امسال برجسته‌تر از سالهای دیگر باشد، باید بخش‌هایی را که در آنها کمتر از حد انتظارمان عمل می‌کنیم بیابیم و متعهد شویم که گام‌های لازم را برای رسیدن به بالاترین حد ممکنمان برداریم. برای این کار هیچ زمانی بهتر از همکنون نیست. در اواخر دهه نوجوانی و آغاز دهه 20 سالگی بی هدف پرسه می زدم و می خواستم آن کسی باشم که نبودم. حتی مواقعی که موفق می شدم یا برای دستاوردهایم مورد تحسین قرار می گرفتم، باز هم برای بهتر و بیشتر شدن بیتاب بودم و درد می کشیدم. من در آرزوی مدل جدید و تکمیل شده دبی فورد می سوختم.
تشنه شهرت بودم و میخواستم مهم و سرشناس باشم، اما هیچ کاری برای رسیدن به چنین موقعیتی نمیکردم. آرزو داشتم متمایز از دیگران باشم، در حالی که درست مانند دیگران رفتار میکردم. دلم میخواست شخص خاصی باشم، کسی که به دلیل کمک‌هایش به جهان فراموش نشدنی باشد، اما در حال غرق شدن در خودشیفتگی بودم. این آرزو که آن کسی باشم که نبودم، هم برایم موهبتی شد و هم مصیبتی. موهبت این بود که هیچگاه از معمولی بودن خود راضی و خرسند نبودم و مصیبت این بود که به شدت به خودم سخت می‌گرفتم و مدام برای آنکه بهتر از آن که بودم باشم با خودم ستیز می‌کردم. تا آنکه یک روز شنیدم مادرم به دوستش ویکی که مدام خودش را به دردسر می‌انداخت گفت که او می‌تواند کسی که آرزو دارد باشد. اگرچه مادرم پیوسته همین پیام را به من منتقل کرده بود، اما تا آن لحظه متوجه نشده بودم که من هم از همین توانایی برخوردار هستم. در آن روز بسیار گرم تابستان فلوریدا، در حالی که در آشپزخانه خانه‌مان در خیابان 46م ایستاده بودم، ناگهان متوجه این نکته شدم. اگر ویکی می‌تواند هر کسی که آرزو دارد باشد، حتما من هم می‌توانم. ناگهان متوجه شدم آن تصاویری که از خودم داشتم و گهگاه از میان روزمرگی‌های زندگی خود را به من نشان می‌دادند امکان تحقق دارند. آن روز در خیابان 46م سفر اکتشافی من برای دستیابی به آن کسی که همواره آرزو داشتم باشم آغاز شد. سفر من دراز و دشوار، اما در عین حال مهیج و موجب گسترش افق فکریم بود. در طی مسیر به این نکته پی بردم تک تک ما این توان را داریم که بخش‌های تازه‌ای در خود بیابیم. آنها را تقویت کنیم و آن کسی بشویم که آرزو داریم. این نکته هم برایم الهام بخش بود و هم مرا به شور و شوق می آورد. من مجذوب کلام نویسنده و فیلسوف شارل دوبوآ شدم که می گفت نکته مهم این است که هر لحظه قادر باشیم آن کسی را که هستیم فدای آن که می توانیم بشویم کنیم. پس از ماه‌ها تفکر و تعمق متوجه شدم که شارل دوبوآ در واقع همان حرف مادرم را میگوید. بار دیگر آگاه شدم در واقع یکایک ما این انتخاب را داریم که در شخصیتی که ساخته‌ایم گرفتار بمانیم یا آن را رها کنیم و اجازه دهیم تجلی جدیدی از ما آشکار شود. تا امروز از این واقعیت که انسان‌ها قادر به چنین دگردیسی هستند شگفت زده‌ام. ما مجبور نیستیم که در جا بزنیم و تا آخر عمر همان ویژگی‌های قدیمی را از خود نشان دهیم، بلکه می‌توانیم متحول شویم و شخصیت‌های والاتر وجودمان را آشکار کنیم. امروز می‌توانم صادقانه بگویم که بی هیچ تردیدی انسان‌ها قادر هستند تغییرات عمده و پایداری در خودشان پدید بیاورند. پس از یک دهه راهنمایی افراد و برگزاری دوره‌های گروهی، کشف کردم که اگر نقش‌ها و مقدار توانایی‌ها را که اشخاص برای خود تعیین کردند باور نکنم، می‌توانم به پشت نقاب‌های شخصیتی آنها نفوذ نمایم و ببینم والاترین تجلی وجودشان چه کسی است. با کمی تلاش می‌توانم بدون توجه به قیافه ظاهری، وضعیت عاطفی، معنوی یا مالی آنها، عظمت و توانشان را ببینم. می‌توانم نقاب‌های شخصیتی، ترس‌ها و ناامنی‌های آنها را از طریق رفتارها و اداهایشان ببینم. می‌توانم ببینم که آنها جدا از کوله‌باری که با خود حمل می‌کنند چه کسی هستند. واقعیت انکارناپذیر این است که زیر تمامی نقاب‌های شخصیتی ما همانی هستیم که آرزو داریم باشیم. تنها کار ما این است که به فراسوی محدودیت‌های خود بنگریم تا بتوانیم به آنچه همکنون هستیم بازگردیم. خب، شاید بگویید آن کسی را که هستید دوست دارید و خواهان مدل جدید و تکمیل شده خود نیستید. اما حتما می‌دانید که تمامی موجودات زنده مجبور به رشد هستند وگرنه از بین می‌روند. خواستن رشد و تعالی در سرشت شما نهفته است. خواسته روح شما این است که از قید و بندهایی که برای خودتان تعیین کرده اید رها شود. روند نگریستن به فراسوی محدودیت‌هایتان به شما این امکان را می‌دهد که خودتان را از آن کسی که فکر می‌کنید هستید رها سازید. اکنون می‌پرسم آیا به نظر شما ارزش دارد که پس از 1 سال تلاش وقتی دستاوردها و وضعیت روحیتان را مشاهده می‌کنید بگویید به این کسی که هستم، دستاوردهایم و وضعیت روحیم عشق می‌ورزم؟ هنگامی که متعهد می‌شوید بالاترین تجلی وجودتان را آشکار کنید چنین تجربه‌ای را می‌آفرینید. شما قدرت انجام این کار را دارید. با این انتخاب شیوه نگرش خود، دیگران و جهان را به کلی دگرگون خواهید کرد. برای آنکه بهترین سال زندگیتان را داشته باشید، باید مرتب وجودتان را به روی واقعیت‌های بزرگتر بگشایید و آماده و مشتاق باشید که ویژگی‌های نوینی را در خود پرورش دهید.
اگر به آن کسی که همکنون هستید بچسبید و حاضر به جدا شدن از آن نباشید، این فرصت استثنایی را از دست می دهید که با والاترین تجلی وجودتان دیدار کنید. شما با پرسیدن این سوالها از خود که دلم می‌خواهد اطرافیانم درباره من چه فکری داشته باشند، دلم می‌خواهد در مجلس ترحیم من درباره‌ام چه بگویند، متوجه خواهید شد که تجلی والای شما چه ویژگی‌هایی دارد. سپس ببینید آیا آن ویژگی‌هایی را که دوست دارید به شما نسبت دهند به گونه‌ای خالص و کامل متجلی می‌کنید. آنگاه می‌توانید به کارهای بیرونی که مایل هستید امسال به انجام برسانید بنگرید و از خود بپرسید چه کسی می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد؟ چنین شخصی از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ هنگامی که پاسختان را دریافت کنید، تصویری از آن کسی که آرزو دارید باشید برایتان آشکار می‌شود. فرمول کشف شخصی که می‌خواهید باشید در همینجا نهفته است. درباره زمینه‌ای از زندگیتان که می‌خواهید به آن بهبود ببخشید یا چیز تازه‌ای در آن بیافرینید فکر کنید و از خود بپرسید برای دستیابی به این تصویر باید چه ویژگی‌هایی را در خودم پرورش بدهم. اگر عمیق‌ترین آرزوی شما این است که زندگی متعادلی بیافرینید که در آن برای خانواده، تفریح، کار و بازی به اندازه مناسب وقت بگذارید، لازم است که از خود بپرسید چه کسی می‌تواند به راحتی و بدون تقلا چنین زندگی‌ای را بیافریند؟ آیا کسی که آسوده و آرام باشد می‌تواند؟ آیا یک انسان منضبط می‌تواند؟ آیا فردی که اولویت‌هایش را بشناسد و حد و مرزهایش را مشخص و محکم کند می‌تواند؟ اگر تجسم شما این است که در بهترین وضعیت سلامتی قرار بگیرید، از خودتان بپرسید چه کسی به راحتی این وضعیت را می‌آفریند؟ شاید پاسخ شما کسی که خردمندانه انتخاب می‌کند باشد. آنگاه اگر عمیق‌تر بنگرید و از خودتان بپرسید چه کسی خردمندانه انتخاب می‌کند، ممکن است این پاسخ را بگیرید. کسی که برای زندگی ارزش قائل است و به بدنش احترام می‌گذارد. یا شاید کشف کنید کسی که متعهد یا بر خودش متمرکز است به سادگی می‌تواند به این هدف برسد. هر کدام ما پاسخ متفاوتی برای این پرسش داریم. با مشخص کردن ویژگی‌هایی که باید برای تجلی تجسم خود به دست بیاورید و برداشتن گام‌های لازم در جهت پرورش آن ویژگی‌ها، خواهید دید که مسیر بهترین سال زندگیتان به روشنی در برابر شما قرار می‌گیرد. به نمونه‌ای در این باره توجه کنید. سالها پیش یکی از دستیاران من به نام کلیف می‌خواست که مدیر برنامه خوبی شود. او از خود پرسید چه کسی می‌تواند کارها و گردهمایی‌های گروه‌ها را به راحتی برگزار کند و این پاسخ را دریافت کرد. کسی که اعتماد به نفس دارد، خودجوش است و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. برای آنکه کلیف بتواند به هدف خود که یک مدیر برنامه خوب شدن بود برسد، باید دو ویژگی اعتماد به نفس و خودجوشی را در وجودش پرورش میداد. از کلیف پرسیدم چه کارهایی برای تقویت و پرورش این دو ویژگی میتواند انجام دهد. او با تعجب متوجه شد اولین فکری که به ذهنش میرسد این است که باید در کلاس بداهه‌گویی شرکت کند. این نخستین بار بود که چنین فکری به ذهن کلیف میرسید. او دید که با شرکت در چنین کلاسی هر دو خصلت اعتماد به نفس و خودجوشی را در خود پرورش می‌دهد. کلیف در کلاس‌های هفتگی یک دانشکده محلی نام نوشت و در مدت بسیار کوتاهی این ویژگی‌ها را که درونش خفته بودند آشکار کرد و از همان مهارت‌هایی برخوردار شد که برای تجلی تصویر خود به آنها نیاز داشت. دستیار من در کمتر از 1 سال جنبه‌ای از وجود خود را تجربه کرد که اصلاً از آن آگاه نبود و همان گونه که حدس می‌زد اعتماد به نفس و خودجوشی او راه را برایش باز کردند تا همانی که آرزو داشت بشود. دانیل پس از سالها سر و کله زدن با بدهکاری و ولخرجی می‌خواست که در امور مالی ثبات پیدا کند. وقتی از او که 10 سال است با هم دوست هستیم پرسیدم چه کسی در مدیریت امور مالی خود متین و باثبات است، گفت کسی که مسئول و مرتب باشد. مسئولیت پذیری و مرتب بودن ویژگی‌هایی بود که دانیل باید برای دستیابی به تجسم خود پرورش میداد. او وارسی کرد تا ببیند چه کارها یا تمرین‌هایی کمکش می‌کند تا در رابطه با امور مالی مسئول و مرتب باشد و بیدرنگ چند کار به ذهنش رسید. دانیل از مشاوری که در کارهای مالی خود مسئول و مرتب بود وقت گرفت و هر هفته یک جلسه گفتگو با او داشت. آنگاه بدهی‌های کارت اعتباریش را پرداخت و برای ترمیم اعتبار از دست رفته خود برنامه‌ریزی کرد.
سپس با یک حسابدار قرارداد بست تا صورت حسابهای او را به موقع بپردازد و درصدی از حقوقش را پس‌انداز کند. امروز دانیل با اطمینان میگوید که در امور مالی خود مسئول و مرتب است. دوست من در این زمینه زندگی خود همان کسی شده است که همواره آرزو داشت و شادی برآورده شدن رویایش هنوز او را در مسیر آفرینش بهترین سال زندگیش پیش میبرد. تحقق تجسم شما در رابطه با بهترین سال زندگیتان و آن کسی که همیشه می‌خواستید باشید به هیچ رو دشوارتر از همین روندی که برایتان شرح دادم نیست. فقط نیاز دارید آن جنبه‌های وجودتان را که پیشتر در دسترس شما نبودند آشکار سازید. برای این کار ابتدا باید مشخص کنید که باید چه کسی بشوید، یعنی باید چه ویژگی‌هایی را دارا باشید تا تجسم خود را تحقق ببخشید و الهام دهنده خودتان باشید. سپس گام‌های ضروری را برای پرورش آن ویژگی‌ها در وجودتان بردارید. تصور کنید هر یک از ویژگی‌هایی که آرزو دارید آشکار سازید، جنبه‌ای از وجود شماست که گرسنه است و نیاز به توجه، مراقبت و تغذیه دارد تا رشد و نمو کند و ببالد. اگر با توجه خود این جنبه‌ها را تغذیه کنید و آگاهانه برگزینید که آنها را ابراز نمایید، شکوفا خواهند شد. برای نمونه، اگر دانستن این نکته که واقعاً توانا هستید به شما کمک می‌کند تا آنچه را به عنوان بهترین سال زندگیتان می‌شناسید بیافرینید، با موفق شدن در انجام کارهایی که معمولاً انجام نمی‌دهید و یادآوری این موفقیت‌ها به خودتان، آن جنبه وجودتان را تقویت می‌کنید و به هدف دلخواه نزدیک‌تر